سلام دوستان، ادامه سفر یک روزه با آقای ثابتی کوههای روستای رونج. این هم درخت گردوی 200 ساله در دل کوه و اینم غذای آتشی به 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 تخم مرغ خانگیه. جای دوستان خالی. امیدوارم که از این فضای زیبا نهایت استفاده رو ببرید و ما رو لایک و سابسکرایب کنید. بفرمایید چایی. اینم چایی داغ و آتشی و خوش رنگ. ما رو لایک کنید تا بتونیم در ادامه سفر به جاهای بکر و زیبای روستای رونج بریم. تصویر زیبای ادامه راهپیمایی و کوهپیمایی در گونی در ابر زیبا، آسمان آبی، در ری ابوالعبور که با لیدری محمد آقا ما رد کردیم. لیدر نگاه چقدر زحمت کش جوجه رو آورده اینجا. خسته نباشه آقای لیدر. بفرمایید. به 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 به. کوههای سر به فلک کشیده روستای زیبای رونج. لیدر کمک سوخت دیگه، همین که هست. میخوای بخوانده، میخوای نخواه. تصویر پشت سرم نگاه کنید چقدر زیبا، قشنگ. بالا برفا رو نگاه کنید. خداحافظ تا ادامه سفر.